میگذارم سخن حضرت علی ده که علی چی را دوست می داشت. میگه یک نفر در یک همسایش تق تق کرد. همسایه برآمد گفت برادر عزیز احتیاجی به 100 سامانی دارم. میگه آمد و 100 سامان برده در دست همسایه داد و گشته آمد و نزد آیلش نزد خانومش گریه کرد. زنش گفت خی گفت همون نداری و چرا مقصد میبراری میتی اینا که دادیش بعد گریه را میگیری یا مقصد خی همی قهینر داری چرا مقصد پولش میتی آخی گریه نکن مقصد. گفته زنه من برای آن گریه نمیکنم که من او را 100 سامان دادم. من برای آن گریه میکنم که من از حال او آگاه نشده او باید به خانه مرا نآمده باید من کاری او را بود میکردم. من از حال او باید درکدار میشدم. اینجا گریه من بر اون است که من از حال او آگاهی پیدا نکردم و او خود خسته برای مراجعت پیش من آمد. بگذار برادرای ثروتمند خدای مهربان شما را مال داده است. شما تید وقتی که میبرین این امکانیت هم ولی مال عثمان زیادشویش امی حساب بود که میداد ایسا الله میدادش. زیرا خدا خودش گفته است انفق ینفق بته میتمت. حضرت عثمان هم این سه چیز را دوست میداشت. به حضرت علی مراجعه کرد گفت علی تو چی را دوست میداری؟ حضرت علی چی گفتن؟ گفتن حبی به الی من دنیا ثلاث. مثل همین برادران من هم سه چیز را دوست میدارم. یکم الخدمت للضیف و صوم فی الصیف و ضرب بالسیف. حضرت علی برادرای عزیز داماد پیامبر نازنین ما شوهر حضرت فاطمه پدر امام حسن امام حسین. حضرت چی میگه؟ میگه یکم دوست میدارم که اگر یک مهمان خانم بیاد برای مهمان خدمت کنم. ببین برای مهمان خدمت کنم. دو روزه بدارم در تابستان زیرا که در تابستان روزه داشتن مشکله. روزه بدارم در تابستان. سه شمشیر میگه گرفته گفت با این شمشیر گفت کار آن دشمنهایی که بر دینی تو دشمنی میکنن بر شریعتی تو دشمنی میکنن کار اونها را به این کار دم به انجام برسانم. حضرت هم سه چیز دوست داشتن. بعد برادران عزیز بعد از آن میگه جناب ابن حجر اسقلانی میگه فبینهما فی ذالک اذ جاء جبرائیل علیه السلام. میگه همین زمان وقت صحبت‌های ناکی بود چی آنچه از دوستداریاشون که داشتن همین زمان میگه بود که جبرائیل نازل شد. و قال بعد جبرائیل به پیامبرمون چی گفت؟ ارسلنی گفت الله تبارک و تعالی لما سمع مقالتكم و امرك ان تسألني اما احب ان كنت من اهل دنیا. بعد گفت الله مهربان مرا روان کرد ای محمد و از آنچه که در اینجا شما گفتین خب همه اینها گوش کرده شید و خدای مهربان امر کرد که بر محمد بگو که اگر جبرائیل از مردم اهل دنیا میشید چرا دوست می داشت؟ پیامبر ما گفتش جبرائیل برادر اگر تا اهل دنیا میشیدی تو چرا دوست می داشتی؟ جبرائیل چی گفت؟ فقال ما تحب ان كنت من اهل دنیا. فقال ارشاد الضالین و موانست الغرباء القانتین و معاونت اهل العیال المعسرین. حضرت جبرائیل گفت اگر من از اهل دنیا میشیدم سه چیز من هم دوست می داشتم. یکم
کجای یک آدمی گمراه است، کجای یک آدمی بیخبر است، کجای یک آدمی که مقصد کی بودن و چی بودن خودشا نمیداند، بهر چی آمده است، باید چی کار کند. یعنی یک آدمی گمراه. میخواهم که در هدایت او واسطه شوم، در هدایت او سبب شوم. یک. دو، در کجایی که یک آدمی پای با عبادت است ولی غریب است، میخوام که همراه اونها باشم. سه، و دوست می‌دارم در کجایی که یک آدمی بیچاره و کمبغل و ناتوان است، از مال و از داراییم اونها را کمک کنم. اینها را جبرائیل دوست داشتن. بعد از آن و قال جبرائیل علیه السلام یحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال. گفت خدای مهربان سه عمل از بندگانش دوست می‌دارد. سه عمل از بندگانش دوست می‌دارد. یکم، نگاه داشتن امانت. یعنی یک آدمی از سخن پیشت امانت میماند، مال و ملکش امانت میماند، امانت را خیانت نکردن، الله این خصلت از بندهاش دوست می‌داشتد. دوم، والبکا عند الندامه. دوم، گریه را وقتی که در کرداراش پشیمان میشه و پیش خداوند گریه میکنه، همین گریه را هم الله دوست می‌داشتد. سیوم، و صبر عند الفاقه. سیوم، وقتی که شما در حالت تنگ دستی میزنید، در حالت مشکلات میزنید و صبر میکنید، این حالت چی هست؟ این حالت هم خداوند این گویم عمل ما را، این کردار ما را که صبر هست دوست می داشته است. در یک روایت دیگر دیدم برادرها، اینجا صحبت من تمام می شود. در یک روایت دیگر دیدم که ابوذر غفاری هم در همونجا بود است. پیامبر از ابوذر هم پرسیدن ابوذر تو چی را دوست می داری؟ ابوذر چی گفت؟ گفتن که سه چیز را، الجوع و المرض و الموت. دوست می‌دارم گرسنه باشم، دوست می‌دارم بیمار باشم، دوست می‌دارم که در قید همین حیات نباشم. پیامبر گفت که ابوذر برای چی گفت؟ یعنی این چیزایی را که تو دوست می‌داری، بسیاری از بندگان خدا میگه خدایا پناه طلب میکنیم از گرسنگی، از بیماری، از مقصد مردن. تو چرا اینها را دوست می‌داری؟ برادرها، ابوذر غفاری چی گفت؟ گفتن لیوریخ قلبی و یخف ذنبی لألقی رفی. گفتن یکم این است که وقتی که آدم گرسنه ماند، قلبش بسیار ملایم می شود. انسان وقتی بیمار شید، خدا با طفیل بیماری گناهاش را می بخشد. و وقتی که از دنیا را پدرود گفت، با پروردگارش ملاقات می شود. خدای مهربان، این صحبتی را که من داشتم که یک صحنه بود برادرای عزیز، یک لحظه که نشسته که تا جبرائیل آمده در اینجا اشتراک کردن. خدای مهربان بعد شنیدن این صحبت ها با این محبوبیتی که پیامبر نازنین من داشت، اصحاب او داشت، خدایا توفیقی پایبند شدن نصیب ما کن. خدایا ما را از زمره کسانی بگردان که آنچه که اینها دوست داشتن ما هم دوست بداریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين.